داداشون بی خود به زحمت افتادی. فعلا 1-0 ازت جلو. صبر کن پسر، هنوز اول راهی، حالا مونده. ساواش اینقدر هول بودم یادم رفت ازت تشکر کنم. واقعا ممنونم. این چه حرفیه ظریفه؟ کاری نکردم. شمارم خسته کردم. ظریفه این حرفو نزن. کدوم خستگی؟ ما که کاری نکردیم. با من بود داداش، با من بود. تو هم دیگه خسته شدی، پاشو برو استراحت کن. من اینجا. خیلی ممنون داداش جونم. تو نمیخواد قصه منو بخوری. من همینجا حالم خوبه، مشکلی نیست. اصلا فکرشم نمی‌کردم بیادی اینجا. مارا واسه چی اومدی اینجا؟ این درختی که میبینی درخت آرزو. هاز عاشقا میان اینجا برای اینکه به عشقشون برسن. آرزو میکنن. تو هم آرزو کردی؟ منظورت چیه؟ ظریفه تو به حرف این اهمیت نده. بعضی وقتا نمیفهمی داره چی میگه. تو هم دست کمی از داداشت نداری یا مطمئن باش؟ من از اینجا خیلی خوشم اومده. منظرش خیلی خوشگله. آره خوشگله، خیلی خوشگله. آره همینطوره به خدا. دقیقاً برای عاشقاست. آدم هر چقدر که نگاه میکنه سیر نمیشه. میگم این بیچارم که حسابی ضایع شد. چی؟ با بزرگو میگم از صبح تا حالا اینجاست، اما یه نفرم از اینجا رد نشد. آها آره خب. فکر کنم همدیگه رو خیلی دوست دارن. این همه سال گذشته اما بابا بزرگم فقط میگه فادیمه. عشق واقعی همینه دیگه. وقتی یکی بشینه به دلت دیگه نمیتونی از دلت بیرونش کنی. مامان بابای منم اینطوری بودن. اونا هم خیلی عاشق هم بودن. بابام هنوز به عکسای مامانم نگاه میکنه. عکسایشو میبوسه، عکساشو بوم میکنه، حرف میزنه. گاهی وقتا هم همینجوری میره تو فکر رو گریه میکنه و با خودش کلی حرف میزنه. مادرت مرده؟ آره مرده. بعد به من میگن چرا شوهر نمیکنی؟ چجوری ازدواج کنم؟ آدم وقتی اینجور عشقا رو میبینه، اینجور عشقا رو میشنوه، مگه میشه به این راحتی دل به کسی ببنده؟ مگه میشه بتونی یه نفر رو پیدا کنی که همیشه دوستش داشته باشی یا فراموشش هم نکنی؟ نه اصلا راحت نیست. تو ازم یه سوال پرسیدی، گفتی تو هم به این درخت آرزو کردی یا نه؟ منم از تو میپرسم، از این درخت چه آرزویی میتونم داشته باشم؟ مگه تو این زمونه همچین عشقی پیدا میشه؟ شاید هم پیدا بشه. حتی شاید بهت خیلی نزدیک باشه. خب دیگه بابا بزرگ باشو. بله دیگه. هرچی هست تو همون قدیماست. فقط اونا هستن که قدر عشقو میدونن. مثل جوونای الان که نیستن از هر باقی گلی بچین و برو. اونا برای عشقشون زحمت کشیدن، چنگیدن، نمیتونن به راحتی بیخیال عشقشون بشن. عثمان به خدا خفت میکنم، چونتو خورد میکنم، کاری میکنم که دیگه از به دنیا اومدن پشیمون بشی. امینه خوشگلم، با کی حرف میزنی؟ با عمت. آروم باش امینه، آروم باش. خوشگلم از من ناراحتی؟ عسل من وقتی عصبانی میشی جذاب میشی. ببین این دفعه دیگه بدون نردبون اومدم، یعنی خودم اومدم. خدا منو بکشه اگه دروغ بگم، به خدا پام بشکن اگه به دروغ بگم. همش تقصیر بابامه. مگه نگفتی درستش میکنم؟ مگه نگفتی با پدرم حرف میزنم؟ اینجوری داری درستش میکنی؟ به جای اینکه یه کاری کنی اون آدم‌ها اینجا بمونن، برای رفتنشون از هیچ کاری دریغ نمی‌کنی. خنگ خدا. حق با توه، حق با توه. هر چی بگی حق داری خوشگلم، اما به خدا درستش میکنم، قسم میخورم اگه نتونستم درستش کنم هر بلایی خواستی سرم بیار، باشه؟ ای بابا بشنو و باور نکن عثمان دروغگو. امینه جان، گنجشک زیبا جیک جیک کنن پرواز میکند، اینطوری جیک جیک کنن با پرهای قشنگش میرود به آسمان. آه گنجشک، مثل امینه من کجکی کجکی میری. این پرت و پله ها دیگه چیه؟ هیچی، دارم شعر میخونم. مگه دوست نداری برات شعر بخونم؟ تو به من گفتی که کجکی کجکی، اون وقت به این میگی شعر؟ آره
آها باشه، حالا که اینطوریه همینجا صبر کن، من الان میام. باشه الان میام. آی فکر کنم خوشش نیومد. الو سمد، تو سمدی؟ آهان سمد 2 تا شعر رمانتیک بهم بگو. زود باش. باشه منتظرم. سمد قطع کن دیگه. قطع کن سمد. چطوره؟ اینم من نوشتم، خوشت اومد؟ اگه یه بار دیگه اینجا ببینمت این دفعه روغن داغ میریزم رو سرت. برو ببینم. ای بابا چرا همه با من بد رفتاری میکنن؟ آخه مگه من چه گناهی کردم آخه؟ ها؟ میگم ظریفه، ای کاش یکم دیگه صبر میکردیم، شاید فاطمه میومد. ها اگه بعد ما اومده باشه چی؟ اگه از دست من ناراحت بشه چی؟ ناراحت نمیشه بابا بزرگ. بعدن دوباره میریم، نگران نباش. خدا اگه اومده باشه من حساب تو میرسم. باشه حساب منو برس. امینه بابا بزرگ تو کجا رفته بودی؟ شما هم حرف حالیتون نمیشه. نه بابا 10 بار گفتم من حالم خوبه. من قند خونم اومده پایین، آفتابم تو سرم نخورده. من رفته بودم فاطمه رو ببینم، فقط همین. فاطمه به 10 تا از شما ها میارزه. باشه بابا بزرگ، باشه حق با توه. باشه ببینم باشه. تو این سن و سال باید به شما هم جواب پس بدم. بیا برو، بریم برو. تو. خدایا بابا بزرگ یکم استراحت کن. اوف از دست تو بابا بزرگ. ای خدا. بابا بزرگ. اوف. دستتون درد نکنه. خدا خیرتون بده. کار خاصی نکردیم ظریفه، اختیار داری. ظریفه اگه چیزی احتیاج داشتی من همیشه این اطرافم. باشه؟ اگه ماسک زیبایی احتیاج داشته باشه بعد از تو کمک بگیره. خیلی بامزه. نه چیزی لازم ندارم، اندازه کافی به زحمت افتادی. شما دارین میرین؟ به خدا اگه بذارم امکان نداره. حالا که این همه به زحمت افتادین بیاین اینجا بشینین یکم استراحت کنین. اونا کار دارن. من که کار خاصی ندارم. منم هیچ کاری ندارم. بیا اینجا دختر. میدونی که حسابتو میرسم آره؟ آره قیافش رو نگاه کن. پسر تو چرا نمیری آخه؟ چرا باید برم؟ چون که اضافه ای بلند شو برو دیگه. اصلا دلتو خوش نکن چون ظریفه رو نمیدم دست تو. دخترا این تلویزیون دوباره خراب شده، قیافه آدما بالا پایین میشه. ای بابا تلویزیون باز خراب شده. من سر در میارم، 2 دقیقه درستش میکنم. نه من میدونم مشکل از آنتنه، باید برم رو سقف. من خودم درستش میکنم، نگران نباش. نه بابا ساواش بلده درستش کنه. مگه نه ساواش واقعا بلدی درستش کنی؟ آره بابا بلدم، فقط تو ظریفه بهم بگو نردبون صبر کجاست. کن ساواش، تو ممکنه خرابش کنی. من خودم درستش میکنم ظریفه. باید بری رو سقف، گردش ساحلی که نیست. تو فقط بیا نردبون رو نگه دار. این کارو که ایشالا بلدی. دخترا کجایین؟ این تلویزیون رو درستش کنین دیگه. سر خیرم میخوام برنامه ببینم. چشم. بیاین نردبونه بهتون نشون بدم. بیاین بریم. بشین مختار، سرم جیش رفت. اینقدر اعصابم خورده اصلا نمیدونم دارم چیکار میکنم. بس که بی ارزه‌ای. بگیر بشین. سرم جیش رفت. خیر سرش میخواستم ماشینش رو درست کنه بعد از اینجا بذاره بره ولی نشد. میخواستی عقلتو به کار بندازی یا خودت بری درستش کنی؟ بی ارزه. منم میخواستم همین کارو بکنم اما اون مردیکه خر نذاشتیش. آره جون خودت. هی بهانه بتراش. عقلتو به کار بنداز. عقلتو گوش کن. این کار دیگه گندش در اومده. اون آدما یا باید برن یا بازم باید برن. چی گفتم؟ یا باید برن یا بازم باید برن. عقلتو به کار بنداز اگر نه حالتو میگیرم. اگه نمیتونی این کار رو انجام بدی بگو یه مختار دیگه برای خودمون پیدا کنیم. بفرما. به سلامت. ساواش مراقب باش یا خوب. نگران نباش، بسپارش به خودم بابا. اینا خیلی محکم نیستن، برای همون میگم. شما استرس نمیخواد بگیری. مراقب باش، پاتو اون شکلی نذار، میگم محکم نیستن. من طوریم نمیشه بابا. یا خدا.
توبه بسم الله بازم که تویی. خوبی بابا بزرگ؟ من داشتم آنتن رو درست میکردم ولی یه مشکلی پیش اومد. ساواش چی کار میکنی پسر؟ مثل گنجش یه افتاد پایین، من چه میدونه. خوبم بابا خوبم، چیزی نیست. ای وای چی شده؟ اون سر و صدای چی بود؟ گنجیش گفتاد گنجیش. خوبی؟ تو چرا به حرفم گوش نمیدی؟ من به تو چی گفتم؟ گفتم پا تو خواهر محکم چرا اینطوری نذار. حرف میزنی؟ بنده خدا به خاطر ما رفته بالا. خیلی خوب باشه. بذار یه نگاهی بندازم. بذار ببینم چی شده ها. ببینم. حالش خوبه ظریف طوریش نشد، فکر کنم فقط سقفو خراب کرد. دستم یه خورده درد میکنه. اینجا؟ مچم درد میکنه، برعکس افتادم. بذار ببینم. صبر کن. اینجا درد میکنه؟ آره همینجاست. به چی داری نگاه میکنی؟ برو دارو رو بیار. ظریف لازم نیست، خودش گفت حالم خوبه داره الکی بزرگش ببین چی میکنه. میگم. تو یه سر برو پیش فاطمه بگو عمو خلیل خیلی خیلی منتظرت بود، اما ظریفه به زور بردتش خونه، میفهمی؟ باشه بابا بزرگ، نگران نباش، اونو بسپار به من. پس این تلویزیون رو کی درستش میکنین؟ دیگه برنامه تموم شد، چه فایده داره؟ چشم بابا بزرگ. ایشالله که درست میشه. ظریفه درد میکنه. نه دقیقاً همونجاست ظریفه. بس دیگه این که چیزیش نیست. بلند شو بریم، مامان اینا نگران میشن. عجله نکن، صبر کن ببینم چیکار کنم. تو چقدر بی وجدانی باریش، دستم درد میکنه ها. اوف دقیقاً همونجاست ظریفه، باورم نمیشه، عجب دارویی. اوف دقیقاً همونجاست، به خدا خیلی عالیه. ظریف دستور اینو بهم بده حتما. صبر کنین، همین جوریه. داروی گیاهی ما رو بابا بزرگ درست میکنه، تاثیرش خیلی خوبه. زود خوب میشی. فکر کنم خیلی بهتر شد. دستت زود خوب میشه. حالا بهت نشون میدم آقا ساواش. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. ظریفه 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 چی میخواد؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ فقط به خاطر تو. به خاطر من؟ چیکار میکنی؟ این دیگه چیه؟ چی نوشتی؟ چی؟ ظریفه؟ پسر تو زده به سرت؟ داری میسوزی، نگاه کن. از عشقت دارم میسوزم ظریفه. سوختی پسر، همه جا را آتیش زنی که. چی کار داری میکنی به سر یه احمق؟ کمک! وای خدا، آتیش سوزی شده، همه جا آتیش گرفته. کمک! وای دیوانه، سوختم. چه خبر شده؟ کمک کنین. ظریفه است؟ نه انگار آتیش سوزی شده. صدای ظریفه است مثل اینکه. برم ببینم چی شده. آره برو. آتیش سوزی شده. شناسی باز چه خبر شده؟ خونمونو نمیدونم، فکر کنم آتیش سوزی شده. چی؟ پس چرا گذاشتی سواش بره؟ یه وقت آتیش میگیره بلایی سرش میاد. بلند شو یه کاری بکن، شناسی به آتیش نشانی خبر بده. سوختم چی کار داری میکنی؟ آتیش واسه چی زدی آخه؟ خاموشش کن ساواش، تو خدا خاموشش کن. ظریفه به جای که اینو بزنی برو آب باز کن. خاموشش کن ساواش. سوختم. به جهنم که داری میسوزی. نزدیکی بود هم منو بسوزونی هم خودتو. سوختم به خدا. معلومه اینجا چه خبره؟
چیزی نیست دوباره دیگه. یعنی چی چیزی نیست؟ نصف شبی باید با شماها سر و کله بزنم. اینو بگی ببینم. برم پماد بردارم بیارم. آی آی آی. داری چه غلطی میکنی باریش؟ تو چیه؟ تو برو دنبال کارت. هر کی دنبال کار خودشه باشه؟ چی گفتی؟ تو همش داری گند میزنی حواست هست؟ ساکت شو دارم میسوزم ها. آوردم. تو خیلی ناجا. ببخشید ظریفه، معذرت میخوام. چی کار داری میکنی؟ شما تو چقدر احمقی؟ دیوونم کردین آخه. چی کار میکنی؟ دختر بیچاره رو خیس کردی. الان من شدم مقصر؟ آخ آخ آخ. خیلی خوب تو با من بیا. آخ ظریفه. بیا اینجا تو نور ببینم دارم چه غلطی میکنم. باشه. بیا تو روشنایی بشی. سوختم. بشین یه نگاه به پات بندازم. آخ آخ آخ. خیلی درد میکنه؟ خیلی میسوزه؟ خیلی سوختی؟ بذار ببینم. اگه درد داشتی به من بگو باشه. من الان یکم از این پماد برات میزنم. هر چقدرم درد داشته باشی این خوبش میکنه. نگران نباش باشه. وای. خیلی میسوزه؟ پام نه جیگرم داره میسوزه. این دارو دلم هم میتونه خوب بکنه ظریفه. داری چی کار میکنی؟ ببخشید داری شرمنده. حواسم. برن شو اینقدر بچه بازی در نیار. پاشو بریم. تو چیزی چی داری میگی؟ مگه وضعیت پامو نمیبینی؟ بازم داره میسوزه؟ آروم ظریفه آروم. باشه چیزی نیست. ولش کن ظریفه، الکی داره بزرگش میکنه. این چیزیش نیست. آیا میشه یکم دیگه بزنی؟ اگه جاش بمونه چی؟ ببین نصف شبی چی داره میگه. بلند شو مزاحم دختر مردم شدی. بلند شو. نه جاش نمیمونه. بذار این پماده کامل روی پات بمونه. اصلا هم دست نزن تا فردا دوباره نگاش کنم. نه لازم نکرده فردا بیاد. تو صبح پاش خوب میشه، نگران نباش. فردا صبح زود دوباره میام ظریفه. خیلی خوب باشه. آی ممنون ظریفه. شب بخیر. بلند شو ببین. شب بخیر. آی مسخره بازی در نیار پسر، باور نمیکنه. تو مسخره بازی در میاری خوبه؟ برو بچه. اعتراف کن ببینم دنبال چی هستی ها؟ به تو چه؟ چرا باید به تو آمار بدم؟ باید بهم بگی داداش. نه بابا. برای چی بهش میگی جیگرم داره میسوزه؟ حرفای شاعرانه و چشم و ابروی الکی میای. چرا گریه میکنی؟ الان دیدی داری میبازی میخوای موزی بازی در بیاری. این تویی که داری موزی بازی در میاری. داری قوانینو زیر پات میذاری. از خودت یاد گرفتم. مگه خودت نمیگفتی تو مبارزه همه چی آزاده؟ باشه آقا باریش. هر جور که راحتی از حالا به بعدم با صد دارم. آخ خیلی ترسیدم سباش. چه عجب. کجا رفتی پسرم؟ حالتون خوبه؟ خوبی مامان چون نگران نباش. یه آتیش سوزی کوچیک بود اما خاموشش کرد. چرا آتیش سوزی شد؟ به خاطر شم بود بابا. شم. خیلی جالبه. به خاطر شم بود. خیلی دیر وقتی. شما چرا نمیخوابی؟ مامان اینا دارن گند میزنن. از من گفتم بود. میدونم. من میخوام بخوابم. دیگه برای امشب کافیه. خب شما هم هرچه زودتر بخوابین. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شبتون بخیر. شب بخیر. چی داری میگی؟ از دارو چه خبر؟ چی کار کردین؟ میگم چی کار کردین؟ بابا ردیفش میکنم دیگه، نگران نباش. دختره خیلی مقاومت میکنه اما دیگه چیزی نمونده. ما هم فرصت زیادی نداریم پسر. مختار هر دقیقه بالا سرمونه. دیوانه گیر داده که باید برین. حداقل شر اونو کم کنی. اونم ردیفش میکنی بابا. تو خیالت راحت. میخوای چیکار کنی؟ نکنه میخواید مختارم عاشق خودتون کنی نه؟ بابا جون تو فعلا ماشین رو حل کن. مختار بسپر به ما، کاریت نباشه. ماشین که راحته. حتی سفارش هم دادم. بفرما ماشینه. الو. بله من شناسی کوچر هستم. بله آقا. بله فول اتوماتیک بنزین. یه لحظه ببخشید. رنگش باشه قرمز.
رستم اینجایی؟ نمیای پیش ما؟ آخه زن، بعد 30 سال هنوز یاد نگرفتی وقتی میای تو اتاق در بزنی؟ برو الان میام. آخه من دیوونم که وقتی میخوام تو اتاق خودم بیام در بزنم، حالا هر کی ندونه فکر میکنه یه چیزی قایم کردی. خیلی زبونت دراز شده. مراقب باش که سرتو به باد نده. چشم. مامان میگم بابا خیلی بدجنس شده ها. همین روزاست که بذاریم از خونه بریم بشیم دختر فراری. از الان بهت گفته باشم مامان. باز داری چرت و پرت میگی دخترا. باز که داری چرت و پرت میگی. به خدا بابات قلم پاتونو خورد میکنه بشنوه. فرار دیگه چیه؟ مامان جون مگه تو فیلمو ندیدی؟ اگه حقمونو ندین مجبور میشیم ازتون به زور بگیریم. آره، همین کم مونده بود که از این کارا بکنی. چشمم روشن. بگیم ببینم سوزناتون کجا؟ اینجاست بابا جون، تا شب گشتیم تا بالاخره پیداش کردیم. آفرین دخترم، همینه. همیشه باید حرف باباتونو گوش کنی. ماما جون مجازاتمون تموم شد؟ تموم میشه دخترم، بالاخره تموم میشه. اما یه خواهشی ازتون دارم. امر بفرمایید بابا جون. سنگای تو حیاط یه کم زیاد شدن. اون سنگارم جمع کنید خوب میشه. هر کی سنگ بیشتری جمع کنه زودتر بخشید. یعنی که کمتر جمع کنه چی؟ میریزه بیرون حیاط، بعد دوباره جمعشون میکنه. نخند. بعدش عامر باید اونا رو دونه دونه بشماره. چه مجازاتیه رستم؟ حداقل میگفتی برنجا رو با کنن کار من سبکتر بشه. این مجازات نیست خانم، خواهش. آی امینه جان ما نمیرسیم به هم. باقلوای من ما نمیرسیم به هم امینه جان. بفرما، اینم از عشق زیاد زده به سرش. پسرشون معلومه دیگه وقتی بشینی اینجا آهنگ بخونی منم باشم دخترمون بهت نمیدم. این چه قیافه ایه؟ ساباش دیگه به خدا جوری برام نمونده. باریش دیگه تو این عالم نیستم. همینم برام قیافه میگیره. به خاطر بابامم که شرمنده شما. دلم میخواد خودمو بکشم. میخوام خودمو از همینجا پرت کنم پایین. صبر کن. برای چی میخوای خودکشی کنی؟ ردیفش میکنیم بالاخره درست میشه. ولمون کن بابا. چجوری میخوای درستش کنی؟ شما هم که هیچ کمکی نمیکنی. چیه؟ خوشتون اومده؟ بای ببین الان هیجان زده شدم. به خدا باورم نمیشه. یعنی میخوایم با ظریفه ازدواج کنین؟ آره با ظریفه. آره با اون که نمیشه گفت ازدواج، اما تصمیم گرفتیم بیشتر با هم آشنا بشیم. بقیه‌اش دیگه هرچی قسمت باشه. بله عثمان جون، رفاقت اینجوریه دیگه. ما که نمیذاریم دلتو بشکنه. رسوندن دو تا عاشق به هم ثواب داره عثمان. خوشبختی حق شما. ای خدا جون، بذار دستتو باز کنم. تو رو خدا باز کنم. دارم میخوام باز کنم. این همینجوری سالم نبود. الان دوباره قاطی کرد. بابا بس کن عثمان، نمیخوام برای چی؟ ای بابا میخوام واچت کنم یه بار که عثمان بسه دیگه عثمان. من همش اینقدر عقل داشتم اونم پرید. شما میدونین من یه هفته از چی دارم میکشم؟ خیلی غمگینم به خدا. خیلی خوشحال شدم. خیلی بچه‌ها هرچی از من بخواین بهتون میدم. زمان ازت زمان میخوایم عثمان. زمان؟ بابامو که میشناسی. تو فقط یه کاری کن بابا دست از سرمون برداره، ما به کارمون برسیم. باید بابامو یه جوری دست به سرش کنیم. امینه، من برم این خبر خوبو به امینه بدم. امینه ببین به خدا اگه بچه دار بشی با اسم شماره میذارم روش. ساواش و باریش. امینه نگاه کن تو رو خدا. ای بابا این کنترل رو بده من ببینم. بده میخوام اخبار رو نگاه کنم. اخبار چی داره مگه؟ یه مش خبر بعد همین. بابا میخوام بدونم دنیا چه خبره. چطوری عوض میکنه آخه؟ بزن شبکه‌ای که اخبار میده بزن.
این بوز دوباره اومد. میاو. باز کی داره نصف شب سر و صدا میکنه؟ چشمامم نمیبینه. عزیزم اینجوری نکن، برات خبرای خوب آوردم عزیزم. وای کسی هم که اینجا نیست. باید یه سطل آب بریزم. اگه سگی چیزی هست بره پی کارش. خوشگلم بالاخره حلش کردم. پسرام از ظریفه خوششون اومده، دلشون با ظریفه است. جدی میگی عثمان؟ آره، من بهت چی گفته بودم؟ گفته بودم که عثمان بالاخره حلش میکنه. نگفتم؟ گفتم یا نگفتم؟ دلم شور افتاد عثمان. نمیخوام به خاطر خودمون در حق خواهرم ظلم بشه. نه این حرفو نزن امینه جان، ما خیر و صلاح اونو میخوایم. تازه‌شم آبجی ظریفه تا کی میخواد تنها بمونه؟ ما داریم به اون کمک میکنیم که ازدواج کنه. تازه امینه جان این کارا ثواب داره، یعنی میگن که کسی که میخواد آشیونه بسازه باید کمکش کنن. شنیدم که میگن. تو هم یه جورایی راست میگی. بالاخره اینم یه جور خواستگاریه دیگه. آره خوب، البته به سبک آبجی ظریفه، به سبکی که اون دلش میخواد. امینه کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ برو دیگه من کار دارم. برو. چی کار داری فلفل شیرینم ها؟ وقتی تو داشتی این همه کار میکردی منم که بیکار نموندم که. مگه با تو نیستم دختر؟ باشه. همه شنیدن صدای منو، اما این امینه خانم نشنید. دختر جون، امینه، این دیگه چیه؟